میخواید بدونید که توی کانادا چطوری میشه پرستار شد؟ پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بچه‌ها، قوانین تبدیل مدرک توی کانادا تو هر ایالتش با ایالت دیگهش فرق میکنه. اما به طور کلی شما از دو طریق میتونین این تبدیل مدرک رو انجام بدید. اولیش اینه که یا شما بیاین از طریق نظام پرستاری همون ایالتی که توش هستین اقدام کنید و مدارکتون رو بفرستین و ارزیابی بشه، بعد جوابش رو بهتون میدن. دومین روش هم اینه که شما از طریق RN آمریکا اقدام کنید و بعد از اینکه RN شدید به کانادا اونو انتقال بدید. من توی یه سری از ویدیوها کامل درباره این که چطوری RN توی آمریکا بشین رو توضیح دادم. اگه ندیدید حتما نگاه کنید. اگر از طریق نظام پرستاری همون ایالتی که هستید اقدام کنید، باید مدارکتون رو بفرستین، اونا ارزیابی میکنن. بعد از اینکه ارزیابی کردن بهتون میگن که یا باید برین امتحان RN رو پاس کنین، یا بعضی اوقات احتیاجه که شما یه چند تا کورس رو دوباره اونجا بردارید بعدش امتحان RN رو بدید. بچه‌ها توجه داشته باشید که این چیزایی که گفتم فقط راجع به ایالت‌های کانادا بجز کبک هستش، چون کبک کلا قانونش فرق میکنه، کلا انگار یک کشور دیگه است، کلا قانون خاص خودشو داره. بچه‌ها این ویدیو رو حتما شیر کنین بین دوستاتون که قصد دارن به کانادا مهاجرت کنن. سوالی هم دارین توی کامنت ها برام بنویسید.